دوبله شده در استودیو جن. سلام دمیر، از جلسه اومدیم؟ آره اومدیم، الان با بوراکی. میشه بزنی رو اسپیکر؟ یه لحظه. این کار یلدریم خان نه از لحاظ کاری و نه از لحاظ اخلاقی با عقل جور در نمیاد. میدونم، گفتم که آروم باشی. خود یلدریم خان اجازه اون تأخیر رو صادر کرد. خودش گفت که اول کارای دخترش رو تو اولویت قرار بدیم. الان با وجود اینکه خودش این اجازه رو صادر کرده چطور از ما طلب جریمه میکنه؟ چون که زبونی ازشون اجازه گرفتیم. چطور یادتون رفت ما نوشته و امضا این اجازه رو ازشون بگیرین؟ اصلا باورم نمیشه. این جریمه هر دو تا شرکت رو ورشکست میکنه. دیگه شرکتی به اسم آرتمین وجود نخواهد داشت. باید به غیر از اعتراض کار دیگه ای بکنیم. باشه. من و لروکس الان تو خونه یه مشتری هستیم. یه کار بزرگ که به هر دو قسمت شرکت مربوط میشه. اگه این کارو بگیریم میتونیم جریمه رو پرداخت کنیم. برای خودمون چیزی نمیمونه، اما حداقل شرکت از ورشکستگی نجات. دمیر اونجایی؟ آره اونجا. شما الان دقیقاً کجایین؟ ما تو جزیره هستیم. ترکان خانم میخواست اولین جلسه رو تو خونش برگزار. لروکس خب جلسه رو فردا برگزار می‌کردیم. بروک امروز درخواست جلسه دادن، ما هم مجبور شدیم. وای چه رعد و برقی. آره منم دیدم. فکر کنم الان طوفان بشه. اونجا چه خبره؟ اینجا داره رعد و برق میزنه. اونجا خبری نیست؟ هست اما هنوز اونقدر زیاد نشده. داری خبرها رو میخونی؟ چیزی ننوشتن. جلسه که تموم شد یه ساعت دیگه با آخرین کشتی خودمونو میرسونیم. منتظر تموم شدن جلسه نشین، خودتون جلسه رو تموم کنید. آره لروکس جون، وگرنه گیر میافتیم. باشه آقایون آروم باشین. وسط کوه که نموندیم، توی جزیره ایم دیگه. شما نشنیدین چی گفتم؟ جلسه آشنایی بوده. آشنا شدین تموم شد. در مورد جزئیاتش هم بعداً تو شرکت باشون حرف میزنیم. تا دیر نشده زود برگردیم. ببخشید ترکان خانم گفتم بهتون بگم گزارش دادم برگشتن مشکله و در ضمن خوشحال میشن که امشب اینجا مهمون ما باشین. یعنی قایقا هم نمیرن؟ متاسفانه طوفان خیلی شدیده. باشه خیلی ممنون. خواهش میکنم. وای باورم نمیشه، رسما نمیتونیم برگردیم. امشب با همین لروکس جان شکار میشه کرد. یکم درد دل میکنه. آقایون نگران ما نباشید. شما دقیقاً کجایین؟ میشه لوکیشنتون رو برام بفرستین؟ دمیر لوکیشن بفرستین که چی بشه؟ همه راه‌ها بسته است. لروکس میشه 2 دقیقه حرف بزنیم؟ البته. عشقا؟ لروکس ببین اصلا نمیخوام امشب اونجا بمونی. من میام دنبالت. ای بابا دمیر آخه چجوری میخوای بیای؟ اون بیرون طوفانه، هیچ کاری نمیشه کرد. ببین من یه راه پیدا میکنم و میام، تو فقط لوکیشن رو بفرست. میخوای چی کار کنی دمیر؟ میخوای تا اینجا شنا کنی؟ میخوای با هلیکوپتر بیای تو جزیره؟ بیخیال بابا، جدی داری به اینا فکر میکنی؟ من یه جوری حلش میکنم، تو به اینا فکر نکن. یعنی یه راهی پیدا میکنم و میام اونجا. آی دمیر تلاش نکن تو این وضعیت بیای دنبال من اینجا لطفا. من از نگرانی میمیرم. در ضمن همش میخوام یه شب اینجا بمونیم. ترکان خانم زن خیلی خوبی. ببین نباید اینجوری میشد. باید امشب برگردی خونه. لروکس ببین من اینو بهت قبلا گفتم که بله گفتی. میدونم اما سخت نگیر. ببین نگران نباش، ما فقط یه شب از هم دیگه جدا میمونیم، بعد دوباره برمیگردم خونم. کاش که اصلا نمیرفتیم اونجا. دمیر الکی داری
نگران میشی؟ ما اینجا خوبیم. در ضمن اون بیرون طوفانه تو خونه که لروکس اصلا خوشم نمیاد اونجا تنها بمونی. تنها نیستم که. ایلول خانومم اینجاست. میدونم تمیر میخواستی امروز با هم تنها باشیم، میخواستی حرف بزنی، اما باید منتظر فردا باشیم. ببین لطفاً اونجا الکی صمیمی نشو باشه. در ضمن اگه هوا خوب شد دیر وقتم که باشه من میام دنبالت. خیلی خوب باشه، اما اگه هوا خوب شد. ببین دمیر کاری نکن که اینجا من نگرانت بشم. به خدا حرف نمیزنم باهات. باشه من دوباره شب بهت زنگ میزنم. میبینمت. ببخشین تلفن شمارم گرفتم. نه اصلا مهم نیست. احتمالا نگران شده. آره اما یکم زیادی نگران شده. یعنی به هر حال تو جزیره هستیم دیگه. معلومه که دوست داره. من نمیفهمم چرا سر خود همچین کاریو میکنن. مشتری بزرگی. خب جلسه رو عقب مینداختیم، ما فردا میرفتیم و باهاشون آشنا میشدیم. انگار کل پروژه رو باید توی یه شب طراحی کنم تموم بشه. من واقعا نمیفهمم چرا اینقدر اصرار میکنن. این دیگه چه جور مشتریه؟ عزمیه جون، لروکس و ایلول برای جلسه کجا رفتن؟ باشه میشه اطلاعات شرکت رو برام بفرستی؟ میبینمت. نکن دمیر، نگران نباش. الان میتونم شکل صورتتو تجسم کنم. زود باش برو غذا بخور، خواهش میکنم. دوستت دارم. اطلاعات اومد، الان برات میفرستم. باشه بفرست. وای دختر تو زیر بارون گیر افتاده بودی. جلسه در اومدم یه دفعه هوا منفجر شد. تو رو خدا ببین حالا. بده اینو به من دخترم. دخترم من هیچی نخوردم، خیلی گشنمه. بیا بشین اینجا. من الان برات حاله میارم. مثل باشاب کشیده شدی دختر. بورک تازه درست کردم، کنارش برات چایی هم بیارم. دوست داری چایی بخوری؟ بورک خوبه اما چایی نمیخوام. تو جلسه اینقدر چایی خوردم معده‌م آبپز شد، اما دوغ میخورم. لطفاً برام دوغ بیار. باشه بس برات دوغ میارم. باشه ای چه هوایی شد، چه هوایی. سلام. ممنونم لیلا خانم. 5 دقیقه زودتر از جلسه می اومدم بیرون، اینطوری تو بارون گیر نمی کردم. تا اومدم بیرون تاکسی گیرم نیومد. اونایی هم که اصلا دست بلند می کنی وای نمیستن. صبحم فکر کردم هوا خوبه، لباس گرم بر نداشتم. همه یه کارم بد پیش میره. رابطم با ابراهیم خرابه. اینقدر از دستش ناراحتم که صبح به خاطر اون بعد از خواب بیدار شدم. این پسر اعصاب منو به هم ریخته. واقعا که دوست نزدیکشم دیدیم. یادش که میافتم هنوز دست و پا میلرزه. ببین عشقم، میدونم خیلی از دستم عصبانی، اما میشه یه لحظه به حرفم گوش بدی؟ ابراهیم لطفاً. الان اصلا نمیتونم تحمل کنم. من صبحم خورده، نمیخوام توضیحاتتو بشنوم. عزیزم من فکر نمی کردم انقدر ناراحت بشی. باشه ابراهیم، به من دست نزن. تو چیت شده ابراهیم؟ ببینم تصادف کردی؟ نه تصادف نکردم. پس چی شده؟ چرا سر و صورتت زخمی شده؟ ببینم افتادی؟ جای دیگه هم زخمی شدی یا نه؟ نه خوبم، چیز مهمی نیست. خوبی آره؟ همیشه خوب باش. این مشتری هتل‌های بزرگی داره، رستوران‌های ساحلی هم داره. فکر کنم میخواد همه رو نوسازی کنه. فصل تموم شده، تا فصل آینده هم خیلی زمان هست.
به نظر نمیاد مشتری فوری باشه. فردا باهاش آشنا میشیم. اگه بتونن این مشتری رو بگیرن برای پرداختی‌های جریمه یلدیریم خانم خیلی خوب میشه. اون پولها یه جوری از جیبمون میرفت. مشتری هم که ایلول از گالری برگردونده خیلی سودرسان نیست. بازم نمیدونیم این کار بودجه زیادی داره یا نه. شاید هم ارزش انجام دادن نداره. بیا تو. بورک خان همونطور که گفتین همه رو فرستادم خونه‌هاشون. به آیدم پیام فرستادم. ممنون نظمیه جون. تا هوا بدتر نشده تو هم زودتر برو. دمی خان شما با من کاری ندارین؟ نه ممنون نظمیه خانم. ممنون. مشتری رو گرفتن. اینم عکسش. هنوز برای گفتن این زوده. درسته. اینا امشب با هم میگذرونن آره؟ احتمالا میخوان مفصل با هم حرف بزنن. این بچه چه شده؟ هر چی شده خیلی خوب شده. رابطه‌شون هم درست شده. مگه خراب بود؟ وای لیلا تو جلوی چشت هم نمیتونی ببینی. اینا با هم تفاهم ندارن. اینجوری به نظر میاد که به هم دیگه میان اما یه جفت ناسازگارن. ای وای واه واه واه. الان آماده ای حرفامو گوش بدی؟ ابراهیم منو تو شرایط سختی قرار میدی. من دلم نمیاد یه خش کوچیک رو تو بیفته. این وضع سر و صورت آخه کی این کارو باهات کرده؟ میخوای طرفو پیدا کنی بهش بگی دست درد نکنه؟ خیلی از دست عصبانیم. خب قبل رفتن سر قرار میتونستی بگی اون دوست دختر سابقت بوده. تازه من مثل احمقا رفتم جلوش نشستم و به همه ی حرفاش گوش دادم. واقعا که معذرت میخوام. واقعا معذرت میخوام. بوجه دختر خوبیه. نیتش خوبه اما هرچی میاد تو دهنش میگه. باشه اون حله. تو چی؟ آدم برای این که عشقشو با دوستش آشنا کنه از دوست دختر سابقش شروع میکنه؟ آره حق داری اما من اینو اینجوری نمیبینم. آره بوگه دوست صمیمی منه. موقع دانشگاه فقط 1 سال با هم بودیم اما از اون موقع 8 سال میگذره. یعنی من اونو اینجوری نمیبینم. یعنی با اون نگاه نمیبینمش. بی خیال ابراهیم. کی این حرف تو باور میکنه؟ چرا نشه؟ خیلی عجیبه. آدما وقتی از هم جدا میشن نمیتونن با هم فقط دوست بمونن. اون همه زمان میگذرونی با هم خیال بافی میکنی. علایقتون هم شبیه به همه. چون احساسات رمانتیکتون با هم تموم شده باید اون آدمو کلا از زندگیت بندازی بیرون. اصلا جوری نگاه نکن که انگار تو حق داری ابراهیم. اگه من تو رو میبردم و جلوی دوست سر سابقم میشوندم اون موقع میفهمیدی من چی حس میکنم و چی دارم بهت میگم. آخه مگه من تو رو با یه آشنا میکنم؟ باشه این کارو بکنی. منو با دوست پسر سابقت آشنا کن. چی؟ گفتی اون موقع حس میکنم تو چی حس کردی. منو با این ایتخان آشنا کن ببینم این حسی که میگی چیه. چرت و پرت نگو ابراهیم. محض رضای خدا من اونو سالهاست که ندیدم. تو خودت برنامه‌شو بچین. من باید برگردم کلینیک. میبینم. خسته نباشی. به سلامت پسرم. ای خدا. الو آیده جون چیکار کردی عزیزم؟ جلسه تموم شد؟ کجایی؟ مروه چون من زیر بارون گیر کردم خودم رسوندم هپی پای. عزمیه هم بهم پیام داد که بر نگرد. آره امروز ما هم زود تعطیل شده. منم الان اومدم خونه. ببینم کی میای. راستش اینجا خیلی شلوغه. منم تازه یه چیزایی خوردم. یکم میمونم کمک کنم. خب احتمالاً یکم دیر میام. تو استراحت کن عزیز دلم. باش عزیزم موفق باشی. میبوسمت.
برو. سلام. به هم زنگ نزدی؟ ببینم الان کجایی؟ یعنی چی منتظر وکیلم؟ چه وکیلیه؟ یعنی همین قداره؟ یعنی میگی یا با خانوادم زندگی میکنی یا طلاق میگیریم ها؟ بعد از این همه اتفاق داری اینو بهم میگی؟ باشه هر جور دست داری برو. این زندگی توه. معلومه که من هیچ سهمی از این زندگی نداشتم. دوبله شده در استودیو جم. ایدش حرف نداره. بخش رستورانا به عهده دمیر خانه. لروکس خانم و بوراک خانم قراره به معماری داخلیشون رسیدگی کنه. کارای بنایی تقریبا داره تموم میشه. زمستون جزیرم مشخصه. یعنی وقت کمی داریم. کی میتونیم شروع کنیم؟ راستش برای معماری داخلی وقت کافی داریم. الان باید یه خورده تو کارهای مربوط به بخش سازه یکم عجله کنیم. دمیرخان بهتر میدونه، اما بهتره طراحیشو شروع کنیم. بعد اینکه مجوزا رو گرفتیم تا قبل زمستون کارو شروع میکنیم. دمیرخان با برنامه‌ریزی دقیق این مشکل رو حل میکنه. خوبه. اسم دمیرخان زیاد شنیدم. مشتاقانه منتظریم که هم باهاشون آشنا شیم هم باهاشون کار کنیم. میتونی حرف بزنی؟ زنگ بزنم؟ دارم شام میخورم، بعداً حرف میزنیم. هنوز نرفتی؟ دارم تاریخ تحویل کارهایی که دستمون رو بررسی میکنم. اگه هرچی که این ماه بخریم فقط بخش اولیه رو تامین میکنه. اگه دخترها این کارا رو نمیگرفتن نابود میشدیم. اگه به اون جریمه اعتراض کنیم فقط زمان میخریم. بالاخره فهمیدی. تو این مدت هم باید ببینیم چی کار میتونیم انجام بدیم. اگه یه چند تا مشتری بزرگ مثل این بتونیم پیدا کنیم میتونیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم. خسته نباشی. دمیر، چون لروکس نیست نمیری خونه؟ راستش آره، منتظرم هوا خوب بشه. علاوه بر استرس کاری نم بهش اضافه شد. این خیلی بده. تو باید عصبانیت تو یه جوری خالی کنی. خیر بشه بوراک. داوطلبی؟ راستش میدونی الان چی حال میده؟ زود باش بریم، حرصمون رو سر هم خالی کنیم. راکتا تو ماشینه. باشه، بیرون میبینمت. منتظرم. الان میام. کنجکاوی منو ببخشید. در حال حاضر جلوی من 2 زن زیبا نشسته.
تو انگشت هر دوتاشون هم حلقه نمیبینم. مجردی؟ بله. بله. نامزد چی؟ نه. 2 زن به این زیبایی چرا مجردن؟ تو دور زمونه ما همچین چیزی اتفاق نمیفته. مثلا من وقتی هم سن و سال شماها بودم 2 بچه داشتم. براتون سخت نبود؟ همراه شوهرداری و بچه داری کاراتون هم انجام میدادی؟ نه به هیچ وجه. اگه کسی کنارتون باشه که شما رو خوب درک کنه همه چی راحت میشه. ضربه خوبی بود. نباید دنبال حتروپی بری. انگار تو این کارو میکنی. از انرژیم درست استفاده کن. زود باش. چشت به توپ باشه. سرویس تو بزن. اگه حساتو خالی کردی من خسته شدم. زود تسلیم شدی. اگه 2 ماه پیش بود تو رو نابود میکردم. الان به اندازه تو ذهنم مشغول نیست. تو چیزای بیشتری برای از دست دادن داری. اینو امروز برای 2مین بار گفتی. یعنی اگه برای بار 3 بگم میتونی حلش کنی؟ دوباره بگم؟ تو چیزای بیشتری برای از دست دادن داری دمیر. همه یه چیزایی برای از دست دادن داره. آره، اما امروز برای تو خیلی سخت خواهد گذشت. میدونستی؟ میدونم. کی فهمیدی؟ از همون اول میدونستم. چطوری فهمیدی؟ ایلول نیومده اینو بهت گفت؟ چیزی بهم نگفت. من قبل از اینکه اون بیاد خودم کشف کردم. همچین حرکت مسخره فقط تو میتونستی انجام بدی گرگ.
بفرمایید. خیلی شیکه مگه نه؟ آره. کتاب پیدا کردی؟ من دیر میخوابم و زودم بیدار میشم. من هم راستش به زور میخوابم، به زور بیدار میشم. 2 تا بیخواب، یه عمارت بزرگ، شب، طوفان، دقیقا مثل فیلم ترسناک. دوست داری؟ نه زیاد. ترکان خانم خیلی بامزه است مگه نه؟ آره خانم محترمی. وقتی همسن ما بوده 2 تا بچه داشته. اصلا نمیتونم تصور کنم 2 تا بچه داشته باشم. یعنی الان نمیتونم تصور کنم. تو چی؟ من برای آینده رویا پردازی نمی کنم. یعنی به آینده با کسی فکر نمی کنم. هیچ وقت این کارو نمی کنم. خب نبایدم بکنم. چرا؟ چون همه چی تغییر می کنم. میتونم یه سوال ازت بپرسم؟ یعنی یکم سوالم شخصیه، اما اگه خواستی جواب نده. من متوجه شدم که وقتی ترکان خانم از ما پرسیدن نامزد داریم یا نه، فهمیدی رفتم تو فکر. آره. اگه اومدن ایلول تا این حد رو تحت تاثیر قرار میده، نباید با لروکس باشی. از همه جا بیخبری، هیچی نمیدونی براک. در مورد ما هیچی نمیدونی. کدومش؟ یعنی در مورد تو لروکس یا تو و ایلول؟ چیزی به اسم من و ایلول وجود نداره. نمیبینی وقتی میخوای به مناصب برسونید داری لروکس رو اذیت میکنی؟ برات مهم نیست نه؟ من دنبال اون نگشتم دمیر. تو اونو خبرش کردی بیاد اینجا. من فقط پیامو بهش رسوندم. مشکل تو چیه؟ این حرس چیه؟ شرکت؟ بیا مال خودت. مجبورم تا پایان قراردادم اینجا بمونم، اما میتونم همین فردا سهاممو به تو بفروشم. 2 سالمو تموم میکنم. لروکس رو برمیدارم از اینجا میرم. دیگه هیچی برام مهم نیست. نمیخوام بری. پس چی میخوای براک؟ اولین روزی که اومدی شرکت رو یادم میاد. هنوز با همون آشنا نشدی، اما جوری نگاهمو میکردی که انگار یه اشتباهی کردیم. زیاد اشتباه نکردم. دروغا، بازیا، دیگه کاری نمونده که انجام نداده باشی. دمیر خان که از دروغ متنفره، بزرگترین دروغو خودش گفته. چون خودش اذیت شده خواسته بقیه رو هم اذیت کنه. کنجکاوم یه چیزی رو بدونم. تو که میدونستی چرا به لروکس نگفتی؟ حالا که همچین فرصتی دستت اومده بود تعجب میکنم فوراً نرفتی بهش خبر بدی. من بیشتر از تو متعجب شدم دمیر. آخه تو خیلی صادقی. فکر کردم به محض اینکه ایلول بیاد میری همه چی رو به لروکس میگی. منتظر یه زمان مناسبی آره؟ لحظه ای که بیشتر بتونی به هم صدمه بزنی. اصلا دخالت نمی کنم. اونی که قرار خودش بیفته رو با کمال میل تماشا می کنم. به خاطر من به لروکس آسیب می رسونی؟ من نه، تو بهش آسیب می رسونی. وای شرمنده یکم یهویی پرسیدم.
معذرت میخوام، اما یعنی انقدر خوشگلی که فکر نمی کنم کسی بتونه ترکت کنه. تصمیم تو بود داره؟ باشه ولش کن، بیخیال. یکم زیادی وارد مسائل شخصی شدم، ببخشید. بعضی وقتا قلب تو عقلت به زبونای متفاوتی حرف میزنن. تو همیشه به قلبت گوش میدی، بعدش یهو میبینی به سمت زندگی که اصلا نمیخواستی کشیده میشی. زندگی که نمیخواستی؟ به زندگی که نمیشناختم. از هدف دور افتادی و آری از همه چی شدی. انگار همش باید به یکی حساب پس بدی، یعنی باید همش بهش توضیح بدی. یعنی چه میدونم، وقتی اینجوری میگی خیلی مسخره به نظر میاد. شایدم اون طرف واسه تو فرد مناسبی نبوده. من الان میفهمم آدم وقتی فرد مناسب زندگیشو پیدا میکنه قلبشو، عقلش با یه زبون میخونن. دمیر، تو چرا به همچین آدمی تبدیل شدی براک؟ چه جور آدمی دمیر؟ زندگی با بعضیامون خوب رفتار نمیکنه. امکانات زیادی داری اما تاوان اون امکانات رو تو زندگی پس نمیدی، بلکه به پدر و مادرت پس میدی. اگه بخوای وارد زخمای بچگی بشی باور کن نمیتونی به من برسی. نه بابا، مگه دمیر خانو لایه پنبه بزرگ نکردن؟ متاسفانه. خوبه، پس منو خوب درک میکنی. بعضیا وقتی زخمی بشن میگن شما رو شکست میدی، بعضیا هم میگن با وجود شماها بهتر میشیم. اگه همینطوری اشتباه کنی نمیتونی کسی رو شکست بدی و نه اونایی که از دستشون عصبانی هستی رو ببخشی. فقط شخصیتتو ضعیف‌تر میکنی. میدونی چه جور چیزیه؟ تو یه جایی میدونی که داری اشتباه میکنی اما ریسک میکنی. وقتی اون اشتباه به دست و پات میپیچه یه اشتباه دیگه ازت سر میزنه. مثل مگسی که توی تارنکبوت افتاده. دست پا که میزنی بیشتر میشستی و اونی که میاد بخوردت فقط اگه بفهم سمی هستی بهت دست نمیزنه. باشه قبول، زنده موند. خب از اون تله چجوری میخوای نجات پیدا کنی؟ با کمک یه نفر. خواستی که اون یه نفر مال تو باشه اما نشد. حالا منتظر کی هستی؟ کسی که مثل من اشتباهاتی انجام بده. وقتی بفهمی که اون تله تنها نیستی حس خوبی داره. اون کسی نیست که اشتباهات زیادی کنه، کسی که فقط یه اشتباه کرده. سعی نکن از اون استفاده کنی براک. استفاده کردن ازش یکم سنگینه دمیر. اولش نیتم این بود که اونو تو نقشه هم سهیم کنم اما آره، اما دیگه نیست. واقعا بعضی چیزا اصلا عوض نمیشه. اول روز حالا همیشه همون حرفا، همون داستانای تکراری من عوض شده. در حرفایی که میزنی خودت هم اعتقاد داری؟ دوبله شده در استدیو جری. شب بخیر دمیر. راستش نباید اینو ازت بپرسم اما چطور رابطت با دمیر شروع شد؟ آخه شنیدم تو شرکت قانون ممنوعیت عشقی گذاشته.
قبول، امشب نتونستی باش حرف بزنی، اما فردا که اومد میشینی باش حرف میزنی. فرق داره بداد. ببین لروکس و ایلول امشب دوست میشن، حالا میبینی. اما من نشونت میدم، بذار بیام خونه. از من بترس دمیر ارندی. حالا میبینی چجوری کابوست میشه. تو بیا بعدش هر کاری دوست داری بکن. انگار من دمیر رو درک میکنم. منم درکش میکنم. آره میدونم. لروکس همه رو تحت تاثیر قرار میده. من از لروکس حرف نمیزنم. منظورت همون دعواییه که توش مشتلکت داره؟ آره اما خیلی هم اکشن نبود، زود تمام شد. ای باورم نمیشه ابراهیم. معلومه که این دوستتون خیلی براتون مهمه، چون هنوز آفتاب طلوع نکرده تا اینجا اومدی. بله مهمه. چرا منو دوست داری؟ این دیگه چه سوالیه دمیر؟ تو متوجه نیستی چجور آدمی هستی نه؟ لروکس